اون پول رسمی نمیتونه اونجا بمونه، همه پول یعنی که چیزهای گوناگون میروه. یعنی که تا 40 میلیارد شه میگن، تا 40 میلیارد رحمانوف 40 میلیارد، ولی 20 میلیارد پیش بود که دیدی که یعنی که چیزهای جهانی نشر کردگی بدن 20 میلیارد، ولی رحمانوف از 40 50 میلیارد انیق زیاد داره. اوزودا هم تا 50 میلیارد من فهمیدم. همه 40 میلیارد یعنی از شما باشد، همین فهمیده، همین پول شما باشه. شما چیکار میکنید برای مردمتون؟ یعنی همین رحمان نیست کردیم و گرفتیم، من پول دولت به برگردونده. همین باید چیکار دولت باید که برای اداره همو پول یعنی که بخشای درست تا اینکه همو پول چگونه با منفعت همین ملت مصرف شود. در تمام یگان ساختن راه با اینو واپس برای مردم مهم نیستند. برای این ملت باید جای کار پیدا کردن در کره. برای این ملت باید کار کنیم که مردم از غلامی دیگر کشورها بر بگردن به وطن، عالمای از دیگر کشورها به وطن برگرداندن در کار، مبلغ‌های خوب دادن در کار، تا اینکه استحصالات بسیارش را برای ماندن در کره، تا اینکه عالمای این ملت مغز و کلشون نروند دیگه جور. ازبکستان دیدی که در 2 میلیارد دلار شرطنامه یعنی که چی کرد؟ شرطنامه گسی اتمی کرد. همین دیدی 2 میلیارد. بله 10 میلیارد ویدیو یا لازم شما تو گفتن کرد. 10 میلیارد مصرف. بله گفتن کرد. 10 میلیارد در آغون مصرف کرده است. هیچ چیز نیست مردم رو بسویتن. آی بخدا قسم همون مبلغای هست اونو این قدر به منفعت این ملت مصرف میشون. اون پولی که از رحمانوف، از اویلش، از زویر، از رستم، از یعنی که عزیزمو، از اوزوده، از شمسلو، از فراز اب کش بگی، از جمالدین اب کش بگی، از یعنی که رخشانه را بزن بگی، این دولت دیگه دولت پیشرفته میشه و که هم مشکلات مصیبتش حل میشه و همین مردم مصیبت 5 سالشه در همین 1 سال 2 سال تماما فراموش میکنن. برق هم میداره، گاز هم میاره، کورم پیدا میکنه، بچه‌ش هم درس میخونه. بهترین آدما را وزیر تاجیک میمونی، 5 تا وزیر دیگه اگر ای تاجیک متخصصای ساحه معارف بهترین پیدا کردیم که البته هست ولی نباشن، متخصص خارجی برای نظام برنامه‌ریزی معارف میاری. مهمترین کاری که دولت آینده باید بکنه در سیستم معارفش باید بگذاره تا اینکه جوانای این ملت با بهترین شکل بخونه. همین لوبای آدم کروکسنی را قپیدی گفت دیگه او یگان راه نباید داشته باشه. انتی مونوپول قطعی انتی کروپسیا را با بهترین وجه باید بکار بگیریم که یگانه راهی که در تاجیکستان ریشه‌کن شود کروپسیا باید ریشه‌کن شود. باید که وزارت معارف با بهترین شکل کارش شروع کنه. از صدیق شروع، کودک 3 ساله تا مکتب نبری، کودکستان نبری، باید که دولت جریمه تعیین کنه که تو کودک تا حتما پدر و مادر گرامی بر در دتسادمون تو اینکه در اونجا نوشتن خوندن وقتی صنف 1 میره او باید پروگرام صنف 4 5 مکتب حاضر رحمانوف او باید بدون کودکی که صنف 1 میره. های کودکی که صنف 1 در اروپا میره با خدا قسم نگاش میکنی که بچه‌ها دخترایی که صنف 4 5 در تاجیکستان بخونن سواد صنف 1 اروپا اونجا بالا. این مسئله را معارف پول تامین میکنه. وزیر معارف باید خواب نکنه، باید انتی کروپسیا خواب نکنه، پروکراتور باید با هر یک کروپسیونر، هر یک من که افرادی که ضرر به این ملت دارن، کمیته امنیت تنها در فکر امنیت دولت باشه، نه اینکه در فکر امنیتی یا آدم باشه، نه اینکه در فکر امنیت یا عائله حاکم دز باشه در کشور. و خدا همین تا دولت میسازی که همین مردم دنیا آرزو میکنن در تاجیکستان برام زندگی کنن. یکی پدرانه دولت درست نکرده است، یعنی نظامی یعنی که بدبخترین نظام در کشور ما بنیاد کرده است که یگان نمود خلقاب نیست، یگان چیز نیست در کشور. سرمایه‌گذار میاد میکرزه میره وای کشور. سرمایه‌گذار شهروند تاجیکستان که پول داره میآید، غیر از اینکه بر عائله و نزدیک نباشه اگر دیگه باید که وطن فرار کنه بگریزه بره. نمیتونه در وطن زندگی کرده. اون مبلغ در دست این مردم در دست حکومت آینده برسه، یگان نمود خیلی پرپیس که دیدی که یگان وزارت یگان نهاد دزدی غارت داره، نوشتن از اندازه زیاد داره، همه اونو باید جواب بگن. یعنی مو دولت تشکیل میکنه که دیگه خودش ساکاشویلی دولتی که در گروزیا تشکیل کرد، هوزیکو کونشون درونده است. مردم گروزیا کو همون دولت نتونستن تغییر کرده، فهمیده؟ ساکاشویلی که اومد یا دولت تشکیل کرد در گروزیا که دیگه نتونستن همون حاکمای حاضر نتونستن نظام تغییر داده. اگر چند که زیر یوغ روسیه رفتگان حاضرن ولی نمیتونن برای مردم آزادن. 8 سال 5 سال 10 سال مردم وقتی که در روحیه آزادی زندگی کرده تونست مشکلات دید برآمد میتین کرد، دیگه در یگان دولت نمیتونه که یگان آدم بیاید و نظام تغییر بده. با همون خاطر مردم آگاهی بیشتر کردن در کار. این یک قاعده عمومی است. انا هیچ نمیخوایم بیش از 380 390 روز باز گردی همایی رفت از اینجا. یگان جای روستی نیست. مردم ما هم میخوایم آزادی باشد. مردم ما یگان کس جنایت کرد حالا اون لیدی چی میشد بعد و یا محکم میکنیم یا چیکار میکنیم عفو میکنیم. نه اون لید یک دیگه بچره و خیلی همون گناهش که گفتیم همون جمعه مونیمش همون چیزی که میبینه در تلویزیون همون چیزو میبینه همون خودش بس اون زندان خودش دیگه اون لیدی همون لیدی پلورامتیا همون چیز در دولت تحت میتیا شو
یعنی که هر چیز روزکردگیش با معلم را با دکتر را خانه روزکردگیش میتیا خانه کامل روزکردگی را با معلم با دکتر با واینی و با امنیتی که در آینده در دولت خدمت میکنه ایالا توفا کردن میگه دولت آینده دیگه عجیب بود میشه یگان پرابلم نیست فهمو شد. بعد همین سوال دیگر کو همین رحمانوف چی با این خیلی فکر کرد و اینقدر پول جمع کرد؟ مقصدش چی بود؟ برای چی؟ مقصدش فکر زندگی اگه خلاص اخی همین اخی چشم انسان اگر برای فرزند آدم یا وادی طلا داشته باشه میگه فکر میکنه که دو وادی طلا داشته باشه دو یعنی که صحرا طلا داشته باشه ولی چشم فرزند آدم پر نمیکنه اگر خاک همون خاطر انسان پول برای سه آدم جمع میکنه همه جان فهمیدی سه آدم بیگناه یکمش برای کلنت دیمش برای دامادت سیمش برای شوی زنت همین مردک که او مردک چیزی یافتگیش خودش میخره یگان مشکل نداره همون یک قصه معروف است که یعنی که نوشتگی هستن یعنی فقط یه آدمی بوی بود است همین پول جمع می‌کرد که میگرفت است همین حساب می‌کرد درون همین چی میگرفت جمعش می‌کرد است همین یگان چیز نمیخورد خدمتگار فقط همین در خدمت 24 ساعت میدوه این اوقات نمی‌خرد است به همون خانواده‌اش که بخرن بعد یا که خی دلش زده است مرده است این خدمتگار این بچه خدمتگار بعد زنش میگه که خیلی که عزا تمام شد ایده من تمام شد که بیا بگیرم بچه یوش میگه بگیرم که میگیرش میگه چیکار میگه همه این پلا که ای ماشیدن دیگه که تمام بعد میگیره مصرف کنه سر میکنه بعد مردم میبیننش میگه چیکار بود میگه من تا وقتی که همین خوجام زنده بود صاحبم فکر میکنم که همین ما کار میکنیم در خدمت اویم بعد مردانش ما فهمیدم که خوجام فقط در خدمت ما بوده است پلا جمع کرده است که من بخرم قطی زنش بگردم دیگه فهمیدی آدم خوب بود از میگه خوجام پلا جمع کرد که من زنش گرفتم اگه دیگه پلا اختیاری منن میخرمش بگردم دیگه میگه یعنی انا میرحمون و شکر برار نگیری و زنم کسل کو فکرش خطا برما اگه زن کسل ای گفتی گپو خیلی مهم که این مردم همو پول جمع کردگی رو باید بگیرن توکلش به خدا عمر و دست الله های ولی مهم که ملت باید بدونه دیگه که بله بعد اینجا یک خطاب همو وای بداریم معنویات پنجکن با بسیار تهمت ها یا هر چی نوشته است بیهوده کنه ندارن برادرها پسند شده هم پیدا میکنن تا پیشوا در سر سکرات های تو بخبری تو پیشوا گفته گشتگی دوملو ممنون در همون دهه نگنوت چند نفرها باید بازداشت شوند بعدی رحمانوف رفتن دوملو ممنون آن کس خدمت کردگی هستن آن کس نیستن در روی خط سیاه نیستن آن کس دوملوی همون کشلا که من برامدم بازیدی من نوار کردم که یعنی من روام با تاجیکستان برگردم من خیلی کس یگان گپی زیادی نمیزنم اون مرد خدمت کردگی مردم دین آموختگی اند وقتش کو دوملو ممنون به گپ کار نداریم نه که چند نفرها در پنجکن هم آدمای نگنوت در نگنوت آنها فوراً باید بازداشت شوند بعد رحمانوف چاپ شدن ان شاء الله رحمان اینا در رژیم نزدیک اومده نزدیک رژیم به حضور دیگه ان شاء الله که خدا خاص 2026 آزادی این ملت های هیچ فراموش نکنید بعد این بیماری پیشواتانو پیشوازنتان این یک درس عبرتی کلان است برای همین چاپلوتای و مایلیسا دیدین احوال پیشواتون چی است آنقدر چاپلوس ها تلقی کردن که یک صورت نوی پیشواتون برابر نش نکردن همه صورت های ویدیوها کهنه ای پیشوا ولی مرده باشه ما نمیدونیم همون الله میدونه همون نزدیکانش نه که در حقیقت کسلی وزنی نمیده ان شاء الله که خدا سکرات خدا نکشه الله جان شدگی ما دعا میکنیم عمرش دراز باشد نه که من نقشه‌ای که من کشیدم همون 75 ساله حیات برباد میرود اون که پلا به صاحب میموند اونقدر رستم آوردن به صاحب میموند این فکری من بودم 5 6 سالی آخر فهمیدید درسته این کار حتما میشه همین بود با فکرم که بسیار شد با برادرها برویم صحبت نترسیدون سبحان الله از همتون برادرها خواهش میکنم نترسیدون شما جوانمرد شوید اگر چهره شما با ما در کار نیست بار دیگر میگم شما برادر محمد اقبال دستگیری کنید برادرایی که این کسب خدمت میکنن تمام نوارای نامه ها از ناحیه ها و دیگرها تیار میشود اون مهدکای هم با من در تماس هستن آنها همه وقت پس این کار هستن پرتافته برآمده رفته کار کرده نمیتونن مثال پشتی همه برادرایی که خیرخواه هستن ما مهاجرای کم بغلی بینوای درون واگن به خو میرن اونها با کار نداریم و طلب نداریم همون ثروتمندای توجیک با کلاتون رو کار فرمایتون فردا اگر خواهیتون که آبروتون در نزد این ملت بلند شود بیدار شویتون ملتتون و دلتون سود دارد همون بیزنسمن دامو گروزیا اومدگی جمع شدگی که باور که تو باز گفتن نه محمد آقای پیدا که تمام بیو مورا پیدا که هیچ نترسی همه کارا یعنی شهر مردم میکنن وقتی که یعنی کی وطن اوضاع چی دیگه یگان چیز دمو در کار نیست هوزی به خاطر چیز در کار نیست هیچ چیز والله قسم اگر رویم کو من به وظیفه هیچ لازم نیست من کارم علاقه تیار کار علاقه دیدوسم برادرم فهمیدید این حکومت به یک نداره این کار
من کارم پیدا میکنم. من اگر همون کار باشه کو من خودم هم کارو میکنم، من پول پیدا میکنم. من با وظیفه حکومت در کار اینه که رزویدکای زندانو حتما من میشم، حتما. یعنی رحمانوف باید خبر بگیری مقصده؟ نه رحمانوف با من کار ندارم. اگر مثال رحمانوف رود من گفتم بعد حکومت اگه نو میبیاد باید رحمانوف در زندان اخی امر رحمانوف در زندان که پیش نمیبریم اخی. وای نموره بسیار بهتر میشود. وای از مزهش نیست. همین که تمام زندان‌ها باید نظارت کرد که یگان کس حتی وای همون تجاوزگری پدافیل حرامی باید وای شلاق و شتن نخورد، عذابش میکشد. یک عمر مثال میتی همون دور زندان پوسیده میرد. وای از زدن و وای کوفتن هیچ معنی داره؟ سبحان الله. هیچ کسی همون در زندان قزاقستان کنه کو همه پدافیلا در اومدن همون 12 ماهی که ما اونجا بودم 5 نفر خودش به دار آورد. فهموندن که اونجا حال سود نشدین، اونا سود کشیدن اونجا وای رفتن لاگر کی رفتن اونجا با رنگ زنک استفاده می‌کردن. استغفرالله که آدم باید همین 4-5 نفر خودشون دار آورده کشتن. همون سیزای الماتا 15155 L18 بود همون رقمش. اونجا با 4-5 نفر خودشون کشتن. حال آنها سود نشده چنان وایای زدن چنان توالت پاک کردن. سبحان الله رحم کافر آمد اونا. فهمیدید؟ حال سود باید ویا تصدیق کند و گناهکار است یا نیست. آن چنان قزاقا زدن که ویا هر شب روز گریه میکردن. ما همونجا بودم. نه که بهترین یخی کارو میشه بله 100%. اینا از این کار تو مهمون گفت خیلی خوب بود برای من. من بردم بین ویا پارتیزان کو همین نکنم بعد کم کگین و ان شاء الله خیر خوش میگم. بین سلفیایی که در سوریه عراق آوردن همونجا من بردم که این وایش خیلی گفته ده چند بار مولاها اومد که من گفتم که تو مذهب چی و این تو سلفی می یا حنفی می. من گفتم من حنفی هستم. بین اونها بردم من پارتیزان رشاشون دراز فهمیدید؟ تمام چیز میدارم سومکا چیز میدارم اونها فهمیدید؟ اونا تلخ کف میشدن حکومت قزاقستان. همه که آدمای نغز بودن میگن خم اونجا رفتیم فریب بود است پشایمان شدیم والله میگن یا خالتا ورده $100 خریدیم در سوریه. فهمیده؟ اونا یا خیلی پشایمان شدن دیگه 25 سال 27 سال زندان شدن. یا خیلیش روی کردن. اونجا پاتفتن دیدن که من خیلی آدم افراطی و نیستم، نه که قزاقا مردیگری کردن. حقانی رحمت پدر و مادرشون با این پرخر به من نسپردن. باز هم برادرها نامه نوشتن بسیار کمک کردن. برادرای عبدالستار و چند تا برادرای نهضتی و بعد با من در تماس بودن. برادرها در مسئله شما برادرای نهضتی و کمیته شهروندی نجات گروگانان زحمت زیاد کشیدن الحمدلله. سلامت بله بله من میدونم اکو همین بوده ایش کلیپ که آخر سخن همین که رنگی کی گفتی چنون داره رنگی الماس گفتی اشکلاب. اما جای ما به اشکلاب میگویند جای ما با اشکلاب که همه آدمای گرد ما همین رحمانوف عزیز ما آوازی در پیش چشمتون بیارین که سبحان الله آخرت عاقبت شما همین است. نه پول میبرین نه مال میبرین. شما کوشش کنین که همین اولاد یک باره کنیم فردا بعد سر شما یک رحمت گوید. خودش همون زور آمود کی رحمت گفت 1000 کار لعنت گفت. امنیت یا کار فرمایین مردمتون ظلم نکنین ان شاء الله رحمان. ما امید داریم که شیرای الله شیرای نر هستند در حکومت ما. سلامت باشه برادر محمد آقا بارک الله. سلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته.